جوزا تولد میشه و در 24 جوزا از دنیا میره. امروز آمدیم در این مقبره و خواستیم که یادی از این شخصیت بزرگوار داشته باشیم و همچنان موسیقی افغانستان موسیقی هست که در دل هزارها نفر زنده هست و کسایی که در این بخش کار کردن، تلاش کردن و برای موسیقی کاری انجام دادن. یکیشان همین شخصیت بوده که در دوران خودش تلاش خود را، زحمت خود را در این بخش انجام داده بوده، با وجود از که پسر صدر اعظم وقت هم بوده، اما باز هم در بخش موسیقی و در بخش هنر کار و تلاش کرده. کاکای بزرگوار ما دیگه همیشه همینجا می باشه و بر اینمی مقبره همکاری میکنه در تمام بخش هاش. سلام برسه. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ ساعت مبارک شما. خوب هستین؟ شکر فضل خدا. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. بخیر و خوبی باشین. اول نامتون ببین. نام حسن است. ما دیگه اینجا نگهبانی دم قبر احمد ظاهر هستم دیگه اینجا وظیفه دم همینجا هست. بله ها. کاکا حسن کسی است که اینجا چندین سال است که اینجا هستین؟ بله 3 سال میشه. بله ها. تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه که شما اینجا هستین. بله ها. و اینجا دیگه حتما درباره احمد ظاهر شما معلومات دارین، میفهمین؟ تا جای چرا معلومات داریم. بله ها. چطور یک شخصیت شما میبینین از نظر خودتان که فعلا اینجا در مقبرهش هم شما مواظبت میکنین و متوجه هستین؟ بله ها. احمد ظاهر خو بر کلگی معلوم است که احمد ظاهر یک کسی بود بسیار یک آدم غیر پرور بود، به مردم ضعیفا بسیار زیاد کمک میکرد و از چیزاش اطلاع دارم. بله ها. یک آوازخوان انجیر طلایی ما کشور ما شماست. اینجا افتخار است به ما، در تمام سر دنیا شهرت داره. احمد ظاهر خو دیگه باز هست. بله ها. شهرت جهانی داره. مردم فارسی زبان چه در ایران چه در تاجیکستان